سلام ارادت آقا. نحوه سرویس چنل آبجانکنی دیواری داریم و اسیدشوییشون. حالا به چه نحوه ما داریم کار رو انجام میدیم، چند سال داریم کار رو انجام میدیم، ولی چند نمونه هست، چند سری از شما انجام میدیم. یه نمونهش هست، حالا آقایون داخل خونه دارن پیام میدن میگن میخوایم خودمون داخل خونه انجام بدیم. یه راشه، دو تا ورودی، یه شلنج ورودی با یه قیف ورودیه، ورودی سر قیف تقریبا اونی که به اسید وصله 1.5 متر باشه، 1.5 خروجی هم تقریبا 1 متر باشه. این برای به این نحوه. حالا تا جایی که بتونیم واقعا به اسید دست نزنیم اگر تخصصش نداریم، حالا هم بخوایم این روال اصولیشه. روش بعدی ما هم به این پمپ‌های صدریلیه که به دریل وصل میشه و شستشو میدن و این یه نحوشه. نحوه بعدیش هم که پمپ‌های کولریمون با پمپ کولر شستشو میدن. کاری هم که خودمون داریم چند سال داریم انجام میدیم، با پمپ‌های کولر داریم انجام میدیم. حالا ما اینا رو همه رو تست کردیم و همه هم جواب میدن. حالا شما دوست دارید با هر کدوم میتونید اسیدشون رو انجام بدید. خدمات کنیم حسین سفرپور یا علی.